در قزاقستان راهها خیلی زیادند و آنها را باید حتما تعمیر کرد. سوندت ضرر چقوری‌های راه را شخصا در ماشینش آزمایش کرده است. این راننده ماشین بورکش 6 سال می شود در راههای قزاقستان سفر می کند و هر بار مجبور است که کمازی فرسوده‌اش را تعمیر نماید. من بعد برای سودت هر سفر بازگرانتر خواهد افتید. من مقابل پرداختی مبلغ نیستم، ولی اگر آنها همچنین ویرانه و بدون یگان توقفگاه خوب و حاجتخانه ها باقی مانند، پس برای چی ما باید پول بدهیم؟ ماه ایون سال جاری رانندگان ماشین‌های بارکشانی قزاقستان آشکارا در راه‌های کشور اعتراض کردند. آنها طلب داشتند که قرار جاری کردن راه‌های پولکی بکار کرده شود. دلیل رانندگان کمتر ولی قوی بود. رانندگان نه تنها از صفت راه‌ها بلکه از نبودن خدمت‌رسانی راه‌ها شکایت می‌کردند. این جنجال حتی تا به ماموریت پرزیدنت هم رسید. جاری کردن راه‌های پولکی تصمیم درست است. در چنین کشوری عظیم تنها از حساب بودجه راه ساختن غیر امکان می باشد. قزاقستان باید از حساب ترانزیت درآمد بگیرد. برای استفاده از راه نورسلطان پاولادار راننده ماشین سبکرو تقریبا $1 می‌دهد. از ماشین‌های بارکش 20 برابر بیشتر پول تقاضا می‌شود. برای ماشین‌های شهروندان قزاقستان باید پول خیلی کم معین شود. برای ماشین‌های ترانزیتی از قرقیزستان و ازبکستان بگذار طرفه علاهیده را مقرر کنند، زیرا آنها هم در راه‌های ما حرکت می‌کنند. نقلات زمینی مثل پیشتر در قزاقستان در مقام اول است و تقریبا 80% بارکشانی طریق آن صورت می‌گیرد. مسافه های طولانی میان شهرها خراجات لوجستیکی را باز هم بیشتر می‌کند. بنابراین از نگاه تحلیلگر ایدر علیبویف موج بالا رفتن نرخ‌های خوراکواری و دیگر محصولات نیازی مردم را به وجود می‌آورد. پرمیر-مینیستر مامین проводит نخست وزیر مامین جلسه حکومتی را تشکیل می کند که در آن مسئله اساسی چگونه پایین بردن نرخ مواد غذایی می باشد. در عین زمان همین حکومت جاری نمودن راههای پولکی را پیشنهاد می نماید که به شبهه برای گران شدن همین نرخ‌ها سبب خواهد گشت. اقدام نو به شرکت ملی کازافتوژول که به خدمترسانی راههای پولکی مشغول است چقدر مبلغ می‌آورد هنوز معلوم نیست، ولی ظاهراً شرکت مذکور باید برای گرفتن درآمد کمی منتظر باشد. با توجه به آن که فعلا در بعضی سمت‌ها ترمینال‌های قبول پرداخت نصب نشدند، راه‌اندازی نوآوری تا 2 هفته دیگر به تأخیر گذاشته شد.